پارلمان اروپا روز 8 ینوار سال 2024 قطعنامه را قبول کرد که در آن از ادامه تعقیب رسانه‌های مستقل و خبرنگاران، منتقدان دولت و وکیلان مدافع سخت انتقاد شده، تامین آزادی مطبوعات و رعایت حقوق انسان، قطع تعقیبات همچون شرط‌های اساسی برای پیوستن به برنامه‌های امتیازدار اتحاد اروپا بیان شدند. فعالیت آزاد و مستقل رسانه‌ها و سازمان‌های اجتماعی بنیاد هر یک جامعه دموکراتی است. وضع آزادی بیان باید هنگام بررسی درخواست تاجیکستان برای پیوستن به برنامه‌های امتیازدار اتحاد اروپا به اعتبار گرفته شود. تاکید شده است در قطعنامه پارلمان اروپا آخر سال 2023 تاجیکستان برای شامل شدن به نظام عمومی امتیازهای اتحاد اروپا درخواست پیشنهاد کرده بود. قبول به این نظام امکان می‌دهد که بیش از 6000 نمود محصولات تاجیکستان به قلمرو اتحاد اروپا بدون باج صادر کرده شود. اما پارلمان اروپا با قبول قطعنامه شرط‌هایش را برای شامل شدن تاجیکستان به این نظام اعلام کرد که روز 8 ینوار قبول شد. در آن از حکومت تاجیکستان خواستند که به حقوق مردم احترام بگذارد و سرکوب و به زندان انداختن خبرنگاران و فعالان مدنی را بس کرده وکیلان مدافع زندانی را آزاد کنند. از جمله در قطعنامه ذکر می‌گردد که خبرگزاری آزیا پلیوس و کارمندان تاجیکی رادیوی آزادی پیوسته تعقیب و تهدید می‌شوند و با مشکل دریافت اکریدیتاسیا دچار هستند. همچنین ذکر می‌گردد که حکومت تاجیکستان طبق عهدهای بین المللی خبرنگاران بی محاکمه شفاف و عادلانه پس پنجره انداخته را آزاد کند. در قطعنامه از خبرنگاران و بلاگران دوام 2 سال آخر زندانی شده تاجیک از جمله عبدالله غربتی، دلیر امام علی، عبدالستار پیر محمدزاده، الفتخان محمدشاه و نام بردند. نام 2 وکیل دفاع زندانی منوچهر خالق نظر و بزرگمه دیاروف را نیز در قطعنامه تاکید می‌شوند و از حکومت تاجیکستان دعوت شده است که آنها را هم رها کند. یک روز پیش از قبول قطعنامه از جانب پارلمان اروپا، ژوزف بارل، مسئول سیاست خارجی اتحاد اروپا، نیز چاره‌های اندیشیده شده حکومت تاجیکستان را در رابطه با تامین حقوق انسان و آزادی جامعه شهروندی نامناسب نامید. از دولت‌های عضو اتحاد اروپا درخواست شده است که جامعه شهروندی، مدافعان حقوق بشر و کارمندان رسانه‌های مستقل تاجیکستان که به حمایت احتیاج دارند با دادن روادید و با کمک‌های مالیوی پشتیبانی کنند. تاجیکستان تا حال به این قطعنامه قبول کرده پارلمان اروپا واکنش نکرده است و معلوم نیست که تا کجا از نگرانی این سازمان‌ها آگاه است و توصیه‌های پارلمان اروپا را آیا اعتراف و مهمتر از همه اجرا می‌کند یا نه. سازمان‌های دیگر حامی حقوق انسان نیز در گزارش‌های خود پیوسته بس کردن تعقیب ژورنالیستان، تامین آزادی مطبوعات و رعایت حقوق آزادی‌های انسان را طلب می‌کنند. اما دوشنبه پیوسته پایه‌فشاری می‌کند که این نتیجه گیری‌ها اساس ندارند و حقوق و آزادی‌های مردم از جمله آزادی مطبوعات در کشور رعایت می‌شود.